اگه باتری لپتاپت خراب بشه چه بلایی سر لپتاپ میاد؟ با سلام خدمت همراهان پیج ایزی تک لرن، خوشحالم که ما رو دنبال میکنید. با یه آموزش جدید در خدمت. اگه باتری لپتاپ خراب بشه ممکنه چه بلاهایی سر لپتاپ بیاد. یکی این که باعث خاموش شدن ناگهانی لپتاپ تو لپتاپ‌های گیمینگ مثل MSI و ایسوس میشه. یعنی سیستم بدون هیچ هشداری آنی خاموش میشه. دوم این که باعث کند شدن سرعت شدید سیستم میشه. توی سری لپتاپ ها مثل مکبوک و تینکپد به شدت سرعت کاهش پیدا میکنه برای اینکه مصرف برق کمتری از باتری بگیره. سوم این که باعث داغ شدن بیش از حد لپتاپ میشه و چهارم هم که ممکنه باتری باد کنه و قاب لپتاپ شکسته بشه. به همین منظور برای اینکه از سلامت باتریتون مطلع بشین یک نرم افزار میخوام خدمتتون معرفی کنم به نام بات اکسپرت. نرم افزار بات اکسپرت ورژن 1 یه نرم افزار کم حجمیه، میتونین از اینترنت دانلود کنین و نصب کنین و سپس اجرا کنین. یه صفحه به این صورت بهتون نشون میده که جزئیات باتری رو میتونین ببینین. اینجا گفته که 65% باتری شارژ داره. از اینجا ولتاژ کاری باتری 11 ولت، میزان برقی که الان داره استفاده میکنه لپتاپمون از باتری میگیره 8578 میلی وات. با توجه به این مقادیر ساعتی که ما میتونیم مقدار ساعتی که میتونیم استفاده کنیم از لپتاپ 3 ساعت اینجا بهمون نشونه. خب اینجا شرکت سازنده بهمون میگه که شرکت سونیه. از اینجا میتونیم با باتری که لیتیوم یونی هستش ببینیم. از این قسمت درصد سلامت باتری یا همون هلسش که 91% که 9% سلامتش از بین رفته. از اینجا میتونیم دمای باتری رو ببینیم که اینجا بهمون نشون نمیده به خاطر اینکه یا حالا باتری سنسور دما نداره یا که نرم افزار نمیتونه تشخیص بده. از این پایین هم اگر حالا باتری خراب باشه میتونه از طریق سایت سفارش بده. این بالا هم یه گزینه داریم به نام درایور آپدیت که یه سری اگر آپدیت بکنیم درایور باتری یه سری مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه از بین میره. مشکلاتی مثلا نمایش اشتباه درصد باتری، جلوگیری از کاهش عمر باتری حتی با آپدیت کردن ممکن از بین بره و همچنین بهینه‌سازی مصرف باتری. در نهایت هم یه چند توصیه براتون دارم که چجور از باتری لپتاپ استفاده بکنیم. یکی این که شارژر لپتاپ معمولا بین 20 تا 80% نگه داریم. مدت طولانی لپتاپ به برق وصل نباشه و موقع بازی و انجام رندرینگ و کارهای گرافیکی هم حتما به برق وصل کنید. موفق باشین، ما رو فالو کنید.